5 سردار کمتر شناخته شده ایران که مقابل اعراب مقاومت کردند. 5م گیلویه است که در کوههای زاگرس کار اعراب را دشوار کرد و استان کهگیلویه و بویراحمد به نامش شده است. 4م موتی دیلمی است که سالیان سال استقلال سرزمین‌های شمال را از حمله اعراب حفظ کرد. 3م پیروز خسرو نامدار است که در همه نبردها مقابل اعراب حضور یافت و تا می توانست آنها را سلاخی کرد. 2م بهزاد همدانی است که در نبردها اسیر شد، اما عثمان خلیفه 3م را کشت و انتقام گرفت. و در نهایت بهمن جادویی اشرافی ایران است که سپاه ابوبکر را شکست داد و پدر مختار در آن نبرد زیر پای فیل‌ها له شد. اگر به تاریخ ایران علاقه دارید ما را دنبال کنید.